TPO، چیزی که 2 ماه راجبش تو اینستاگرام دارین میشنوین، از شایعه گرفته تا حقیقت. من هیچی دربارش نمیگم، در ادامه ویدیو به صحبت‌های آقای دکتر گوش کنید. ژلیش ناخن تو اتحادیه اروپا به خاطر احتمال سمیت و نازایی ماده به اسم TPO ممنوع اعلام شده. هیچ مقاله و شواهد علمی وجود نداره که نشون بده TPO میتونه توی بدن انسان باعث نازایی و سرطانزایی بشه. اومدن صرفا توی حیوونا دیدن تو دوز خیلی بالا وقتی تو خون حیوان وجود داره میتونه باعث سمیت کبدی و نازایی بشه. ولی اینکه چقدر از طریق ناخون میتونه جذب خون بدن ما بشه و سرطانزایی ایجاد بکنه خیلی خیلی احتمالش پایینه. حتی از هوایی که شما دارید تو این شهر نفس میکشید احتمالش پایینتره. بنابراین خیلی زود تصمیم نگیرید برید ناخونا رو ریموو کنید و این کمپینا رو راه بندازید. یه جای معتبری مثل سازمان غذا و دارو یا آمریکا یا FDA آمریکا هنوز تایید نکرده سمیتش رو توی انسان و توی آمریکا کاملا قانونیه. اتحادیه اروپا چون کلا کارش پیشگیری از همین الان اومده ممنوع اعلام کرد.